با سلام، اومدیم اینجا. مجتمع هلیای 2 هستش، مجتمع 42 واحدی هلیا که حدود 1 ماه پیش این مبدل صفحه براشون نصب کردن مجموعه ما و به جای 2 تا منبع 2000 لیتری که داشتن کلی نصب شد. میریم نگاه کنیم چطور. اینجا که میبینید دستگاه اون قسمت نصب شده که قبلا منابع 2J دارشون اونجا بوده و این 2 تا لوله رفت و برگشت آب دیگشون هست و این کناریا رفت و برگشت این لوله ورودی آب سرد و خروج آب گرمشون هستش که الان حدودا 1 ماهه که این دستگاه نصب شده. اجرای شاسی، لوله های پایین آب سردهای ورودی، آب بالا آب گرم خروجی و سیستم برگشتشون. و این دستگاه شرکت آگرین انرژی مدل D90 هستش.